برخی اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان خواستار اعاده حیثیت‌اند. آنان حین برگشت از ازبکستان به کابل ادعاهای خالده پوپلزی را رد کردند. این وقتا رسانه‌ها میخوان که یک خبر جالب دلچسب ببینن و بگوین و متاسفانه هم شو گپ نبود و این بر روی بازیکنان خیلی تاثیرگذار شد چون نتونستن که نتیجه خوب را بگیرن. همین باعث شد که خبرای چنان خبرای گفتن اصلا حقیقت نداره که را گفتن این منایس یک بازیکن تیم ملی تنها من کس رد میکنیم و میخوایم که ما اثرش ادعای حیثیت باید ما کنیم. خالده پوپلزی مدیر مسئول اسبق تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان ادعا کرده بود که کرام‌الدین کریم رئیس و شماری از مربیان فدراسیون فوتبال برخی اعضای قبلی تیم بانوان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان تازه از ازبکستان برگشتند، کشوری که اخیراً میزبان مسابقات فوتبال جام آسیا بود. اعضای این تیم دلیل دو شکست اخیرشان را ناشی از صدمه روحی می‌خوانند که نشر این گزارش به آنان وارد کرده است. بر روی ما بسیار تاثیر داشت چون ای که بازی اول ما 20-0 باختیم از خاطر کم تجربگی بود. بازی دوم 6-0 و بازی سوم 1-0 ما داشتیم می‌بردیم بازی آخره، اما متاسفانه روی ما خراب شد با این توطئه‌های و توهینی که به تمام دخترای تیم ملی زده شد. شبا ما خواب نمی‌رفتیم تا 2 بجه 3 بجه شب، باور کنین خود ما به گریان می‌شستیم. ما به این هرچی نباشه بالای ذهن مردم ما تاثیر میکنه. مردم ما کسایی هستن که یعنی مردمایی هستن که مردم سنتی هستن. فقط زیادتر خود دروغ شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال و حکومت افغانستان به بررسی این ادعاها دست به کار شدند، اما تاکنون نتیجه نهایی آن معلوم نیست. موجب به شک و شبهه اگر حتی اتهام از این وجود داشته باشه و اتهامات موجب به شک و شبهه شود که مردم افغانستان دخترای خود و پسرای خود بر سپرد نگذارن، اقدامات همه جانبه به کار است. من تحمل بد اخلاقی را ندارم. امروز عملا تحقیقات از صبح آغاز شد. ما لیستی و کسایی را که به اردن رفته بودن از ورزشکارا و اینا تمام از اینا درخواست شده، فردا اختیار ما قرار میگیره. ما تمامی و مناطقی را که در ادعا شده بود تمام از اینا عکس برداری شد. امروز تیم تکنیکی تخصصی بررسی محل واقعه از طرف وزارت امور داخله تحت نظر سارنوالا و همی کمیته امروز تمامی ساحه را اینا بررسی کردن، تمام از اینا ثبت و سجل شده، راجستر شده. این تحقیقات ما به صورت همه جانبه، دقیق، منصفانه و شفاف و قاطعانه به پیش میبریم. شرکت حمل که برای تیم ملی فوتبال بانوان افغان لباس تهیه می‌کرد پس از نشر گزارش گاردین در مورد بدرفتاری با اعضای تیم بانوان افغان از حمایتش دست کشید. با گفته این بازیکنان بدگویی‌ها علیه آنان از میدان هوایی ازبکستان آغاز شد. این دختران فوتبالر میگویند که پس از نشر این گزارش تلاش میکنند تا تغییر به میان آمده در افکار عامه در برابر خود را اصلاح کنند. خدا خیر بشه چه خیر بود.